سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم سر مرز سوئد و نروژ برای خرید ماهانه. چون ماشینم تعمیرگار بود مجبور شدم یه دونه ماشین از این شرکت اجاره کنم. امروز یه ولاگ کوچیک براتون میگیرم، با من باشید. در ضمن امروز 5 ماه تابستانی نروژ، وضعیت ما اینه. خب داریم میریم به سمت مرز سوئد، یعنی مرز بین نروژ و سوئد. اونجا یه سنتر بزرگ به اسم نوردبی سنتر یا یه مرکز خرید بزرگ به نام نوردبی سنتر. منطقه به سوینسون معروفه. از اسلو تا سوینسون 115 کیلومتره، حدوداً 1 ساعت و 20 دقیقه با ماشین فاصله داره. بستگی داره، اگه مثل امروز آب و هوا هی بارانی و اذیت کننده باشه یه خورده بیشتر میشه. اما اینکه اکثر آدما از نروژ میرن اونجا خرید میکنن، 2 تا دلیل داره، شاید بگم 3 تا. یکی از دلیلاش اینه که تنوع مواد غذایی اونجا زیاده. دومی اینه که اونجا پر از شکلات ها و شیرینی های خوشمزه است. و دلیل آخرم که شاید از همه مهمتره اینه که قیمت مواد غذایی توی مرز اونجا ارزون تر از نروژه. طبیعتا آدما میرن خرید ماهانه شون از اونجا انجام میدن و برمیگردن. با من باشید. امروز وسط هفته است و بارونم هست. خلوت این به نفع ماست چون میتونم همه جا رو نشون بدم، چون همیشه اینجا خیلی شلوغه، آدمای زیادی هن و ویدیو گرفتن خیلی سخته. پس با من باشید در ادامه ویدیو.
اینجا جاییه که وقتی بچه ها میان دیگه پدر مادرها رو به اندازه کافی اذیت میکنه چون بزرگام که میان اینجا وسوسه میشن. من چیزی که خیلی دوست دارم این دیوار است، یعنی ستون است، توش انواع و اقسام، ما به نروژ و سوئد بهش میگن اسموگوت. بعد اینجا شیرفلکه رو باز میکنی، میریزی تو این و برمیداری، یا پاکتتو میذاری زیر این و برمیداری. همینجوری که میبینید از دور این مغازه به این بزرگی همش شکلاته، شکلات، چیپس، نوشیدنی های مختلف و هر چیزی که بچه ها رو به گریه میندازه اینجا هست. خب بریم ادامه ویدیو با من باشید. خب دیگه اینجا که میای، هر کس که رژیم داشته باشه 100% باید فراموش کنه رژیمشو. انرژیزا و مغازه پر، این خانم هم که دیگه چرخ رو پر کرده.
خیلی خوب، ما رفتیم کارمون رو انجام دادیم و برگشتیم. از همون جایی که ماشین رو تحویل گرفته بودیم یا برداشته بودیم دوباره برمیگردونیم ماشین رو سر همون جای اولش. از ماشین عکس میگیریم میفرستیم برای شرکت که هیچ بالاخره تصادفی نداشته و اینا. اجاره این ماشین برای 24 ساعت برای ما 1200 کرون تقریبا در اومد، چون باید بنزین بزنیم، عوارض جاده رو بدیم و اجاره ماشین. خیلی ممنونم که تا الان ویدیو من نگاه کردید. حتما برام کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. ممنون میشم که من حمایت میکنید. خیلی 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 زود شما رو خواهیم دید. خداحافظ.